پارت قبل این کوه لاوا داشت، الان اونجا. آره نگاه کنید این زامبیارا بچهش روی کولشه. سلام نوکرتم، سبت بخیر قربانت. از همه طرف ما منابع رو داریم، اینجا آب داریم، درخت داریم، خیلی جای خوبیه. به نظرم زیر زمینش هم منابع دایمند و اینجور چیزا رو داشته باشیم. داره شب میشه، به نظرم بخوابیم، از فردا ادامه بدیم. به سلام درود وقت بخیر خدمت عزیزای دلم. هومیکس گیم هستم، خیلی خوشحالم از دیدنتون. امیدوارم حالتون از بین عالی و بد اون که عالی فعال باشه. خوش اومدید به یه ویدیو جدید از پارت جدید زندگی در ماینکرافت. در این ویدیو ما میخوایم ادامه زندگی در ماینکرافت رو، پارت جدیدش رو بازی کنیم و اینکه خیلی ممنون میشم همین الان لایک ویدیو رو بزنید، خیلی بهم کمک میکنه. خیلی دوست دارم که شما هم من رو دنبال کنید که ویدیوهای جدیدی رو که میذاریم از انواع گیم ها بیاید ببینید. توی کامنت ها حتما بهم بگید که چه گیم ها، چه بازی هایی رو معرفی کنیم. بریم سراغ گیم. اینجا خب ما خون درختیمون رو نیمه کاره تقریبا ساختیم، تخت گذاشتیم اینجا. یه خورده هنوز کار داره، یه خورده که نه خیلی. حاجی پشما، تو پارت قبل این کوه لاوا داشت، الان نداره. نکن اینجا که خونه میرم جنگل، اینجا لاوا داشت. بریم ویدیوشو ببینیم. راستی این کوه هست که لاوا بود. خوب جایی هم اومدیم، نماش خوبه. بچه ها فکر کنم ماینکرافت یه آپدیت جدیدی آورده و خیلی ماب ها و خیلی مکان های جدید بهش اضافه شده، برای همین این لاوه رو برداشته. من یه خورده بازی کردم ولی ویدیو ضبط نکردم، اینجا مردم، زامبیا منو کشتن. حالا بعد دوباره برم وسایل ها رو جمع کنم. ماینکرافت این آپدیت خیلی جدید آورده، خیلی ماب ها رو بهش اضافه کرده. ماب های مثلا نوزاد انواع اون کاراکترهای ماینکرافت، نوزاداشون رو فکر کنم اضافه کرده. نوزاده خیلی گوگلی، خیلی چیزای دیگه، مکانهای مختلف. حالا خدا کنه اینو بکشم لباسش رو بهم بده. ای یا خدا یا تمام مردم. وسیله جنگی هم ندارم، همینجا بپرم پایین یواش برم اینا رو بزنم. یا اول فصل بچه ها، زندگی واقعا خیلی سخته، هم توی واقعیت هم توی ماینکرافت. حالا ماینکرافت اولش سخته. اینا رو جمع کنم سریع. این رو که بچه ها لایک ویدیو رو بزنید لطفا، خیلی بهم کمک میکنه. خیلی ممنون بابت حمایتاتون، واقعا دمتون گرم. لایک ویدیو رو که بزنید خیلی به من کمک میکنه و من میتونم با امکانات بیشتری ویدیو ضبط کنم. خب بریم اون طرف یا برم. بچه به نظرتون چیکار کنم؟ خونم رو تکمیل کنم یا اینجا زمین کشاورزی بسازم؟ همین الان بهم بگید توی کامنت ها. به نظرم چوب که داریم، بریم همون خونه رو بسازیم، سرپناه لوکس و تمیز داشته باشیم. بچه من میخوام یه خونه درختی در بیارم اون بالا. خونه درختی رو میخوایم گوگلی تمیز درش بیارم که یه کار در بیاد، یه جمع و جور که همه چی هم زیر دست دم دست باشه. یه خوری فقط باید پنترش کنم از دو طرف، یه خورم از عقب، تا یه خونه درختی تمیز و جمع و جور نقلی با هم داشته باشیم. خب اینجا رو من یه خورده فاز میکنم تا چیز بشه. بچه یه سورپرایز خیلی خوبی هم فکر کنم گفتم یا نگفتم وسط ویدیو، حواسم نیست. یه سورپرایز خیلی خوبی هم براتون داریم، در مورد کانالمون هست که ویدیو کوتاهش رو به زودی میذارم. حالا بهتون نمیگم،
بد شد. حالا بهتون نمیگم تا ویدیو کوتاش رو براتون میذارم، حتما چنل رو سابسکرایب داشته باشید که ویدیو کوتاه رو ببینید. فقط اینو میگم که در مورد یه چیز جدید هست، یه کانال جدید، همین فقط همینو میگم که یه کانال جدیده، یعنی ما هم می‌خوایم 2 تا کانال داشته باشیم. این که در مورد گیم، اون یکی رو توی ویدیو کوتاه میگم درباره با چی هست. توی ویدیوهای کوتاه حتما چک کنید، به زودی ویدیوش رو براتون میذارم. خب این طرف که گذاشتیم، این طرف هم یه خورده بزرگترش کنیم، یکم بریم جلو. همین فکر کنم کافی باشه کل زیربنای خونه درختیمون. اینجا هم چون آپدیت آورده یه سری آموزش ها داره میده بالا که الان رفت، ولی اونجا لاوا بود فکر کنم بهتر بود اونجا. آره حاجی من همش از اینجا میافتم پایین. تو پارت قبلی ها 100 بار افتادم پایین. نگاه زامبی نمیتونین منو بگیرین، گور خوردین حاجی. یه لحظه بس اینا نگاه کنید، این زامبی ها بچهش روی کولشه. سلام نوکرتم، سبت بخیر قربانت. ببینید بچهش روی کولشه. این همون آپدیت جدیده نا که گفتم، خیلی جالبه. توی نوزاده بیشتر کار کردن، مثلا کارهای نوزاده زامبی اینا الان اون رو کولش رفته بود. بچه ها به نظرم این آپدیت خیلی چیزای جدید و باحالی بهش اضافه شده، خیلی چیزای گوگلی جالب، مپای جدید، غارهای جدید، جاهای جدید. همینجور میتونیم همینجور با هم چیز جدید رو کشف کنیم توی ویدیوهای ماینکرافت. بچه ها اگر میخواید که اینجوری مثل من زاویه دیدتون رو عوض کنید، بعد این دکمه رو بزنید. چجور این دکمه رو فعال کنید؟ آموزشش رو توی ویدیوهای کوتاه به زودی زود براتون میذارم. و همینطور اون مختصات بالا سمت چپ، اون مختصاتمه که 4 تا طول جغرافیامه، 89 تا ارتفاع، منفی 30 هم عرض جغرافیامه، و اون 5 پایینیش هم تعداد روزای ماینکرافتیه که من توی این بازی هستم. خب مثل اینکه چوب کم آوردیم، چوب درست کنیم تا خونمون رو بنا کنیم. یه خونه نقلی یا جمع جور. بیشتر من میخوام خونمون پنجره داشته باشه، یعنی دیوار نباشه، از همه طرف ما بتونیم بیرون رو ببینیم. همش من میافتم، بعد بشینم کار کنم که نیفتم. یه موقع از اینجا میتونم برم. آره خیلی خوبه، همه اینجا میتونی راه پیدا کنی، بری بالا بری پایین. این جنگل های بارانی استوایی خیلی جالبن. حالا اسم دقیقشون نمیدونم، من بهشون میگم جنگل های بارانی استوایی، چون خیلی تر و تازه‌ان. از همه طرف ما منابع رو داریم اینجا، آب داریم، درخت داریم، خیلی جای خوبیه. به نظرم زیر زمینش هم منابع دایمند و اینجور چیزا رو داشته باشیم، زغال. و بچه من خونه که میسازم این ارتفاعش، یعنی این دیواره رو کلا 5 تا میان بالا. شما چند تا میان بالا؟ مثلا شاید بعد 3 تا بیان بالا، روی سقف خیلی میاد پایین، یا بعضی‌ها مثلا بیشتر 5 تا ببرنش بالا. به نظرم منطقیش یا از همش بهتر همون 5 تا باشه. الان نگاه کنیم، مثلا یه ردیف ما اینجا گذاشتیم دندونه بخوریم، یه ردیف ما اینجا گذاشتیم، الان ما 4 تا بیم بالا. 2 این چیز شد بکنمش. خب بیم بالا 4. به نظرم من یکی دیگه هم بیم. آره شد 5 تا. خب اینجا رو گذاشتیم، حالا باید بریم از اون ور ادامه بدیم. میخوام یه کاری کنم که سقفش، یه قسمت از سقفش همین درخته باشه، خیلی جالب میشه، انگار خونه واقعا دل طبیعته. یعنی سقف بالاش این برگای درخته باشه. چیز شده نه
نه درسته. الان بس بریم پایین. آها خوبه. 1 2 3 4 و یکم پایین 5. حاجی من 6 تا اومدم بالا. اشتباه کردم یه ردیف رو. وای. حالا اینو بده ادامه بدیم. حالا این 5 تا درسته. این که الان دارم میذارم آره این درسته. کلا 5 تا اومدیم بالا. اون رو حالا میکنم درستشون. اینها رو من بچینم برای سقف خونه درختیمون. بچه‌ها خونه درختی واقعا خیلی یا خدا اصلا بیافتم پایین. خونه درختی واقعا خیلی جالب و خوبیه. چه دنجیه میتونیم اونجا بازی کنیم. کارهای جالبی انجام بدیم. من خودم تو واقعیت خونه درختی ندارم ولی خیلی دوست داشتم داشته باشم. درخت داریم و خونه درختی نداریم. چوبی قشنگ ترتمیز. شما کدومتون بچه‌ها خونه درختی توی واقعیت دارین؟ اگه دارین توی کامنت ها بگین و خیلی خوشحال میشم که بدونم کیا خونه درختی دارن. واقعا من خودم یکی از طرفدارای اینم که خونه درختی باید هر کسی داشته باشه ولی خودم متاسفانه ندارم. خب داره شب میشه. به نظرم بخوابیم. از فردا ادامه بدیم. بچه‌ها خیلی ممنون میشم لایک ویدیو رو بزنید. اگر هم زدید اولا که خیلی خیلی ممنون. خیلی بهم کمک میکنه. بعدم چک کنید که لایکتون مونده باشه. واقعا لایک های ویدیو توی این چند تا ویدیو اول خیلی اومده پایین. خیلی ممنون میشم که حمایت کنید از چنل تا همینجور چنل رشد کنه. خب اینجا که 6 تا بود ما باید یه ردیف دیگه بیاریمش پایین که بشه 5 تا استاندارد خودم. حالا شما رو نمیدونم ولی من 5 تا رو میبرم بالا. یعنی اون بلاک پنجمی دیگه سقفمونه. این رو هم بکنم. اینجا رو صبر کنید. اینا رو میکنم بعد میبرم بالا. میگیرمشون. گرفتم. بریم از اون ورش بکنیم. این رو هم بکنم. بچه ها یه توضیح دیگه بدم برای چنلمون. ما تو این چنل انواع اومیکس گیم یعنی چنل اومیکس گیم چنل خودتون انواع گیم ها رو میریم امتحان میکنیم و اگر یه گیم واقعا خیلی خوب باشه چند تا پارت ازش میگیریم. مثل همین ماینکرافت یکی از بهترین بازی های دنیاست. چند تا پارت ازش میگیریم و انواع گیم رو معرفی میکنیم به شما یا میریم بازی میکنیم. فقط شما تنها کاری که میکنید و لطف میکنید اول لایک ویدیو رو میزنید، بعد ما رو دنبال میکنید و توی کامنت ها بهمون میگید که چه گیم ها یا چه بازی هایی رو بریم بازی کنیم و تست کنیم ببینیم چه جوریه و به باقی بچه ها معرفی کنیم. همونطور که اول ویدیو هم گفتم ما یه چنل دیگه هم میخوایم بزنیم که حالا توضیحات خیلی بهش در موردش نمیدم. فقط اینکه ویدیو کوتاش رو براتون میذارم که برید ببینید در مورد چی هست. اون چنل رو هم دنبال کنید. هر وقت که گذاشتیم خیلی واقعا خوبه. خیلی خیلی ممنون که ما رو حمایت میکنید. ما با حمایت های شما میتونیم رشد کنیم. خب چوبا رو بذارم اینجا. بعد اینو بکنم فکر کنم. آره این رو میکنم. اوکی. این ورکی شد 5 تا درست. اونورم جونم هم کمه. یکم هندونه بخورم تا غذام پرشه. جونم هم پرشه ولی وقتی اینجا لوا بود بهتر بودی. الان که آپدیت آورده لاوا رو برداشتن نمیدونم شاید یه دلیل خاصی داره من نمیدونم. خیلی چیزای جدید تو این آپدیت بهش اضافه شده که با هم میریم کشف میکنیم. شاید یا حتما یه ویدیویی رو هم میذارن که این آپدیت چی بهش اضافه شده، چی هست چی نیست. این آپدیت جدید ماینکرافت موبایل و حتما توی ویدیوهای کوتاه برید ببینید. به زودی زود ویدیو اون رو هم میذاریم. خب سقفش رو الان دیگه میدونیم کجا به کجا نه. برای اینکه یه خودم گوشت بخوریم گوشت زامبی. اینجا رو میخوام کنم پنجره. بیشترش رو میخوام کنم پنجره که نما رو داشته باشیم کلا توی بازی توی خونه. فقط یه خوره این ور اون ورش چوب میذارم که یه خوره معنی دار باشه. حالا شاید وسطش هم مثلا
چوب بذارم یه پنجره های عمودی طور باشه. اینجا رو که گذاشتیم اینجا رو هم یه پنجره در بیارم به نظرم. خوبه این رو بکنم. سقف رو هم خوری این برگا رو بکنم. گفتم سقفش رو میخوایم همون برگا باشه که کلا تو دل طبیعت باشه. اوکی اینا رو هم کندیم. اوکی خب اینجا رو هم پر کنم تا دیوارش بشه. خب اینجا 4 تا این ورم همین یه 4 تا در اینجا 2 تا دیگه بکنم. اینو بیارم پایین. تخاران همیشه خیلی خوبه توی ساخت و ساز چیزای مختلف. تخاران همیشه باید حفظ بشه تا چیز تراتمیز و خوب در بیاریم. الان این ور 4 تا هست اون ورم شد 4 تا. اوکی این ورم من میگم این طرف اون طرفش چوب بذارم. این ورم خوبه. اوکی وسطش رو نمیخواد. اینجا هم الان میذاریم باشه فقط اینجا رو بپوشونیم. اوکی خوبه این کوچیک خوبه. خب به نظرم ویدیو رو همینجا به پایان برسونیم. اونا رو ساختیم بچه ویدیو رو همینجا به پایان میرسونیم و اینکه خیلی ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. حتما لایک ویدیو رو بزنید. اگر کانال رو دنبال ندارید حتما سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلیش رو فعال کنید که ویدیوهایی که میزنیم بیاید ببینید. خیلی ممنون که تا اینجا همراه من بودید. حتما اگر گیم های دیگه رو میشناسید به هم بگید و خیلی ممنون بابت حمایت هاتون از چنل. ما با حمایت های شما بزرگ میشیم و رشد میکنیم و اینکه همین خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. واقعا دمتون گرم. تا ویدیوهای دیگه خدا نگهدار.